بچه‌ها دقیقاً 2 روز پیش بود که داشتیم با دوستم میرفتیم جایی و داشتیم رانندگی میکردیم. پشت چراغ قرمز که یهو وایسادیم متوجه شدیم که صدای جیغ داده یه خانومی میاد. نگاه که کردیم دیدیم که اون خانم با یه آقای دعواش شده چون که تصادف کرده بودم. و اینکه یه چیزی که خیلی توجه من و دوستم رو جلب کرد این بود که اون آقا با بی‌احترامی برگشت به اون خانم گفت که حیف که زنی وگرنه میدونستم باید چی کار کنم. تویی که ادعاد میشه مردی، تویی که ادعاد میشه خیلی خاصی، تویی که ادعاد میشه زور و بازو داری. تو از همین زن به دنیا اومدی، همین زن تو رو تراخوش کرده، همین زن شب تا صبح بالا سر تو وایساده، درس و مشق تو بهت یاد داده که باعث شده الان توی جایگاهی تو وایسی و جامعه بهت افتخار کنه. آره 9 ماه، دقیقاً 9 ماه اون زنی که تو برمیگردی بهش میگی حیف که زنی وگرنه میدونستم باهات چجوری رفتار کنم، تو رو تو شکمش نگه داشته و به دنیا آوردته. خب مثلا چی کار میخواستی باهاش بکنی ها؟ توی مرد که اینقدر ادعاد میشه چی هستی؟ تو اگر جور بوزه داشتی از ترس این که اون زن یه وقت آبرو و حیثیت رو نبر نمیگفتی بهش حیف که تو زنی. تو اگه شعور داشتی هیچ وقت این کلمه رو به یه زن نمیگفتی. به یه زن میگی حیف که زنی و یعنی میدونستم با چجوری رفتار کنم. به اون زن چه حسی دست میده؟ میدونی چقدر شخصیت یک زن رو خورد میکنی؟ میدونی با این حرفت چقدر اون زن رو کوچیک میکنی؟ اما اینو بدون که ما زنا این روزا انقدر جور و بازه داریم، انقدر قوی شدیم که با این حرفای شما دیگه ناراحت نمیشیم. آقایون که تو خیابون جیغ یه خانوما در میاری خیلی هم خوشحال میشیم، چون این ضعف شما رو نشون میده که از قدرت ما زنها میترسی. اگر پدر مادر تو تربیت درستت کرده بودن الان یه همچین مردی تحویل این جامعه نمیدم. میگم پدر تو تربیت درستت نکرده و فقط از مرد بودن همینو یاد گرفتی که قدرت و زور بازو تو به رخ یک زن بکشی. دریغ از این که اگر اون زن بخواد زور و بازوشو یا قدرت و تواناییشو به رخ تو بکشه، تو که سله بزرگتر از تو هم حریف اون زن نمیشن. دنیا رو دست این زنا داره میگذره. همین زنایی که شما مردای ایرانی بهش میگین حیف که زنی و یعنی میدونستم باید چجوری رفتار کنم. بابا یه ذره شخصیت و فرهنگتون رو ببرین بالا تو رو.